بعد از این داستان من دیگه هیچ آهنگی رو نمیتونم جدی گوش کنم. هیچ آهنگی. بریم ریاکت بدیم به چند تا اثر فاخر از محمد رضا گلزار و دوستان. بده عکس از پاهات، پاپت بهتره از بابات. اگه اسم بابامو به زبون بیاری میبرم دهاتم تا واقعا همه چیز خوب بود تا گلزار تصمیم گرفت خواننده بشه. وسط هر آهنگی صدای پای گل به نظرم تا اینجاش اوکیه. چشم گدون ابر بهاری میخونه شعر بلند بارون. عید تو عید من عید همه مبارک مهمونی بهار کثافت پاپتتون مبارک. آهنگو به خاک و خون کشید. برو بعدی برو آقا اصلا از این رد شد دیگه. اصلا آهنگ اصلی یادم نمیاد. وای باز اومد. آهنگ بعدی که قراره با صدای محمد رضا گلزار مشروع بشه کدوم آهنگه؟ شما بگید.